وقتی برای اولین بار این صحنه رو دیدم باورم نمیشد. یه ماهی افتاده وسط گلهای خشک، بی حرکت، بدون حتی یه لرزش. همه چی نشون میداد که مرده. اما فقط چند ثانیه بعد با یه حرکت کوچیک از بدنش همه چی عوض شد. ماهی زنده بود. شاید براتون عجیب باشه، ولی بعضی ماهی‌ها تو طبیعت واقعاً عجیب و باور نکردنی هن. بعضی گونه ها مثل ماهی گورامی یا دتا یا حتی ماهی‌های مردابی توانایی عجیبی دارن. اینا میتونن مدتی خارج از آب زنده بمونن. بدن این ماهی‌ها یه سیستم تنفسی کمکی داره که بهشون اجازه میده اکسیژن رو از هوا جذب کنن، نه فقط از آب. این یعنی توی محیط‌هایی مثل شالیزار، مرداب یا حتی گلولای خشک هم میتونن چند ساعت یا حتی چند روز زنده بمونن. اینکه این ماهی توی گل خشک گیر کرده شاید به خاطر پایین رفتن سطح آب یا عقب نشینی رودخونه باشه. وقتی سطح آب کم میشه بعضی ماهی‌ها توی گل میمونن ولی هنوز امیدی به زنده موندن دارن. این ماهی احتمالاً مدت زیادی توی رطوبت مونده بود و فقط منتظر یکم آب یا نجات بوده.